4. آیا همیشه باید قوی باشیم؟ سلام، اینجا ذهن من و توه و من همونم که گاهی آرومم، گاهی پر از انرژی. اما امروز فقط میخوام باهات حرف بزنم. راستش یه سوال مدت هاست تو ذهنمه. آیا همیشه باید قوی باشیم؟ ما از بچگی یاد گرفتیم قوی بودن یعنی نترسیدن، یعنی گریه نکردن، یعنی همیشه لبخند داشتن، حتی وقتی دلمون یه آتیش پشتشه. ولی کسی بهمون نگفت قوی بودن گاهی یعنی پذیرفتن ضعف هامون. یادت آخرین باری که خسته شدی و به کسی نگفتی کی بوده؟ یا وقتی دلت شکست فقط ساکت موندی چون نمیخواستی دیگران فکر کنن ضعیفی؟ ما قوی بودن رو با پنهون کردن دردهامون اشتباه گرفتیم. گاهی اوقات قوی بودن این نیست که اشکامون رو نگه داریم. قوی بودن یعنی با شجاعت تمام بگیم من خستم، من امروز حالم خوب نیست، من نیازی ندارم همیشه قهرمان زندگی خودم باشم. اگه همیشه نقش محکم بودن رو بازی کنیم کم کم یادمون میره چقدر انسان بودن قشنگه. آدم بودن یعنی گاهی بریزی به هم، گاهی توی سکوت خودتو فرو ببری و بعد با یه نفس عمیق برگردی. کاش بدونی که قوی ترین آدم ها اونایی که ضعفاشونو میپذیرن، نه اینکه قایمش میکنن. بعضی وقتا به خودت اجازه بده ضعیف باشی. همین ضعف گاهی باعث آرامشت میشه، چون خستی، چون زیادی تحمل کردی و چون انسان آهن نیست. ما قرار زندگی کنیم، نه اینکه مسابقه بدیم. گاهی ایستادن و نگاه کردن به آسمون و حتی یه گریه حسابی از ته دل قشنگترین بخش ماجرای زندگیه. قوی بودن یعنی به موقع استراحت کردن، به موقع حرف زدن و به موقع دوست داشتن خودت. اگه امروز خسته ای نگران نباش، تو قوی هستی، نه چون همیشه بی‌نقصی، بلکه چون با وجود همه چیز هنوزم داری ادامه میدی. مرسی که اینجا بودی، مرسی که به خودت گوش دادی. تو تنها نیستی، اینجا ذهن من و تو، یه قصه بی پایان از دل من تا دنیای تو.